سلام، خیلی خوش اومدین به چنل EPA. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اول از همه میخوام تسلیت بگم به خانواده های داغدار، به پدر و مادرای داغدار، به بچه های داغدار ایران زمین، و اینکه امیدوارم که منو تو همتون شریک بدونید. و اینکه من خیلی با خودم کلنجار رفتم که این ویدیو رو بگیرم. 4-5 بار قبل از این تاریخ، یعنی بودن یه هفته پیش، از یه هفته پیش تا الان 4-5 تا ویدیو گرفتم، ولی خب آپلودشون نکردم چون که گفتم که خوب نیست تو این شرایط من بخوام آپلود کنم. تا اینکه رسیدیم به این هفته ای فوتبال آپدیت داد و بچه ها مشکل دارن که نمیتونن به بازی وصل بشن. من خودم این مشکل داشتم و 1300 سکه رو، یعنی کسی که خوش شانس بود البته که هفته های قبل میتونستیم بگیریم و نگرفتیم، یا نمیدونم خیلی مشکل پیدا شد دیگه. مثلا اون موقعی که نت ملی شد نتونستیم اون شانس رایگان رو دریافت کنیم، لیگ گنجین رو نتونستیم بریم جلو. اصلا کلا خیلی چیزا رو ما تو ای فوتبال از دست دادیم ما ایرانیا، و من گفتم الان بیام ویدیوشو بذارم که ببینیم چطور میتونیم به بازی برسیم و کلا اصلا از اینترنت ملی یه مقداری فاصله بگیریم و بتونیم به بین المللی وصل بشیم و کلا بتونم کمکی بکنم به همه افراد، چه کسایی که فوتبال بازی میکنن چه کسایی که بازی نمیکنن. ببینید این چنل کلا، حالا میدونم تایتل اینجوریه که حالا احتمالاً تایتل اینجوریه که VPN برای نت ملی رو دور زدیم و اینا، ولی این چنل کلا ای فوتباله. حالا ما کاری که قراره بکنیم اینه که من اول کار قراره که با هم دیگه کمپین ای فوتبال این هفته رو با هم دیگه ببینیم که چه اتفاقاتی براش افتاده، و یعنی کلا این هفته و 2 هفته بعد، و همراه با اون پک ها رو بررسی بکنیم، پک های مربی رو بررسی بکنیم و که سریع میبریم جلو، و بعدش میپردازیم به VPN ها و به برنامه هایی که میتونین باهاش هم گیم های دیگه، همین گیم رو با هم دیگه بازی کنید و برین اینستا و یوتیوب و تلگرام و جایی که دوست دارید. خب آقا با هم دیگه شروع میکنیم. کمپین این هفته ای فوتبال که تازه اومده و اسمش از لونار نیویر کمپین، که حالا با هم دیگه میبینید که یه دونه 50 تا سکه توی 15 همی میده، یه دونه 30 تا تو یه دونه 50 سکه توی 30 تایی میده، و تو 45 تایش هم یه دونه سلکشن کانترکت میده که از این پکه که بین این سه تا بازیکن هر کدومشون که دوست دارید میتونید انتخاب بکنید، که من باز هم میگم با توجه به نیاز تیمتون بعد انتخاب بکنید، ولی ما یه بررسی میکنیم برای اکانتی که صفره و میگیم که کدوم بازیکن رو بهتره که شما بگیرید. آقا با هم دیگه شروع کنیم. بازیکن اولی که با هم دیگه میبینیم آقای سمیچ گروسوی، اگه اشتباه نکنم، که بازیکن ترکیه است و گل پوچره خوبه. این آماراشو با هم دیگه وقتی نگاه میکنین آمار خوبیه، یعنی گل پوچره خوبیه. حالا کسایی که اون دیوف رو گرفتن نیازی نیستین بازیکن رو بگیرن، الحاج دیوف، ولی خب کسایی که اونو ندارن این بازیکن به دردشون میخوره، که با هم دیگه میبینید دیگه. یعنی اسکیلاش هم اسکیلای پنومنال فینیشینگی که همون دیوف هم داشت، سوپر ساب هم که داره، یعنی دیگه کنید دیگه فوق‌العاده. حالا این بازیکن رو بهتره کسایی که چون سوپر ساب از خودشه، کسایی که یه گل پوچر دارند بذارن تو تیمشون و مثلا به تعویضی دیوف شما بیارین اینو قوقا میکنه، ولی خب نمیتونین به عنوان بازیکن فیکس بذارین چون که سوپر ساب داره و اینجوری یه دونه از پلیر اسکیلاش میره به باد و شما نمیتونین از اون سوپر ساب دیگه استفاده درست رو ببرید. بازیکن بعدی آقای لی کانگ این، بازیکن پاریس سن ژرمن، رومینگ فلنک. خب تا همینجاش میدونین که اوضاع بده، رومینگ فلنک ما نمیپسندیم تو بازی و با هم میبینید دیگه چیزیش که خوبه لو پاسش خوبه و هم لفتت باشم خوب بود، کل داره یه مقدار و فینیشینگ قابل قبول. کلا بازیکن
خوبیه. حالا کسی که به سانت کشی علاقه دارند و وینگر دارن میتونن روی این بازیکن حساب کنن. بازیکن خوبیه و مثلا میبینید که فنومنال پاس داره، از من لو لفتد پاس داره، اسکیلای خوبی داره برای پاس دادن، یه پینگ پونگ کراسینگ داره، ترو پاس داره، اوتساید کلر داره، وانتاژ پاس داره. بازیکن سانت کشی و خوب این لیکانگ. این بازیکن بعدی و بازیکن خیلی خفنه این باش که به نظرم 90% پلیرها این بازیکن رو میگیرن، آقای نیمار جونیور. با هم میبینید دیگه کریتیو پلی میکر و آمارا خوبیه واقعا و کل داره براتون میگم. کلا بازیکن خوبیه دیگه. کنین شتابم داره، یعنی دیگه کسایی که حالا میدونن کریتیو پلی میکر ها شتاب توشون مهمه که نیمار جونیور تا یه حد معقولی داره این قابلیتو و با هم دیگه میبینید دیگه بلز کلره و کسایی که عاشق کل زدنن این بازیکن دیگه خوراکی کل زدنه، چون که شما یه مکس دستی که بزنی ببینید. حالا مکس که میخوایم بزنید، من یه آموزشم حالا همینجوری خلاصه بدم. آموزش مکس زدن خیلی مفصله ولی خب من خلاصشو بهتون میگم. یه خلاصه ای حالا که بحث نیماره هم بهتون میگم. ببینید نیمار کلا کسایی که حالا تو واقعیت دنبال میکنن فوتبال میدونن نیمار یک بازیکن دریبل زنه. پس تو بازی هم این کارت رو کارتی میدن که خصوصیتش دریبله، یعنی اینکه شاید تو اسکیلاش مثلا اسکیل دریبل اونقدر خاصی نداشته باشه، مثلا فنومنال دریبلش مومنتوم دریبل نداشته باشه یا مثلا اکسلریشن برس نداشته باشه، ولی این بازیکن کلا خاصیتش دریبل زدنه. پس شما باید وقتی میخواین بازیکن قوی کنید دریبلشو ببرین بالا که بتونین از اون دریبلش استفاده کنید. بعد از اون شما میبینی که بلیس کلر داره، اسکیل خاصش بلیس کلره. پس من باید روی این کلش هم کار کنم، پس کادش هم میبرم بالا. پس دوتا چیز که باید شما ببرین تو این بازیکن بالا، دریبل، تایت پوزیشن، بال کنترلشه و از اون ور کرلشه. و بعد از اون چی باید ببرین بالا؟ ببینید با کرل خب فینیشینگ بالا میره خودش. بعد از اون باید حواستون به لو پاس لفتد پاسش باشه و بعد از اون هم حواستون به شتاب و سرعتش باشه که تا یه حد معقولی باشه حداقل. و همین دیگه که بعدش هم اگه خواستین فیزیکش حالا برسونین به 60، فیزیکش یه جوری برسونین به 60 هم کار براتون در میاد. کلا این نیماره خوبیه. حالا کسی که نسخه دیگه نیمار ندارن یا نسخه ضعیف‌تر نیمار دارن این کارت خوبه. حالا با هم دیگه بریم چک کنیم ببینیم چه باکسی اومده، چی اومده، چی نیومده. با هم دیگه میرسیم به باکس این هفته که اومده، آقای محمد صلاح ویرجیل فندک. با هم دیگه با ویرجیل فندک شروع کنیم. بیلداپ 195 سانتی متر قد داره و با هم دیگه میبینید دیگه آمارا خوبیه و از اونور این بازیکن لانگ رنج تکل و ویژنری پاس داره. کسی که با بیلداپ بازی میکنن بهترین بیلداپ حال حاضر ای فوتبال و موبایل آقای ویرجیل فندایکه. دقت کنید بهترین مدافع بیلد آپ بازی، نه اینکه مدافع. خب شما میدونید دیگه دیسترویر تو هر تیم باید باشه. دیسترویر اصلا حکم اون رهبر خط دفاعی شما رو داره. ولی خب حالا کسایی که بیلداپ تو تیمشون جا داره ویژه فنداک از همه بیلداپ ها بهتره. بعد از اون آقای محمد صلاح ها داریم که پولیفیک وینگره و با هم دیگه میبینید آمارش فوق العاده است و هیچی کم و کسر نداره. مومنتوم دریبل داره و بیس کلر یه بازیکن فوق العاده است. یعنی شما میتونید این بازیکن با حتی کارت لیو مسی یه مقداری ضعیف ترش مقایسه کنید. البته چه کارتیش؟ کارت بیلیس کلره سال پیششون، چون اونم پولیفیک وینگره اینم پولیفیک وینگره، پستاشون هم یکیه، بیلیس کلرن. حالا این یه مومنتوم دریبلینگ هم اضافه تر داره و این کارتش کارت بومبیه. حالا با هم یه بریم سر پک های مربی ها رو یه چک بکنیم، بحثی که بحث مهمیه و بعدش با هم دیگه میریم سراغ VPN هایی که شما میتونید ازشون استفاده کنید. خب
ببینید حالا من کلا مربی هایی که کلا هستن رو با هم دیگه چک میکنیم. آقای رونالد کومانه که من در موردش قبلا حرف زدم، حالا با هم دوباره حرف بزنیم. ببینید پوزیشن بازی میکنه کنه کویک کانتر که شما باید پوزیشنش رو بازی کنین، چون که کویک کانترش 88 و شما باید پوزیشن باش بازی کنین. همونجوری که میبینید بوستراش لو پاسه و هدینگه و از اون و شما باید یه دونه کراس اسپشیالیست داشته باشین و فاکس این باکس تو بتونید از این بازیکن از این مربی استفاده کنید. من قبلا هم گفتم بهتره این رونالد کومانو نگیرین و توی این سه تا مربی رتبه سوم قرار میدیم بهش و بله دیگه، یعنی شما بهتره که حالا مربی دیگه رو بگیرین. حالا با هم دیگه مربی پکای دیگه هم میبینیم که دوتا مربی تو پکای باشگاهی هم اومده، اون رو هم یه چکشون میکنیم با هم میبینیم. آقای میکل آرتتا پوزیشن گیم میتونه بازی کنه و لاین با کانتر که شما پوزیشن گیم رو باهاش بازی کنیم، چون کش داشت اکسلریشن بهش میدن و ست پیس تیکینگ. و با هم دیگه میبینید که اورچستریتور CMF داره برعکس لینک اپ های دیگه که DMF اورچستریتور، اینجا اورچستریتور CMF و از اونورم با وینگر شما باید با پلیفیک وینگرتون پاس بدید. این میکل آرتتا رو خودمم زیاد به نظرم باز کنم، یعنی مربی خاصی نیست. مربی بعدی آقای ژابی آلونسو با هم دیگه چکشون بکنیم، چک سری میزنیم که برسیم به بخش دیگه. ببینید خوبیه این مربی اینه که کویک کانتر میتونه بازی کنه با اوت واید، جفتشو شما میتونید استفاده کنید ازش و جفتش هم سبکاییه که زمین تا آسمون میتونن با هم دیگه تفاوت داشته باشن. البته تو بعضی از زمین‌ها هم میتونن با هم دیگه چیز باشن. برای همین شما میتونید مثلا یه نیمه با این ترکیب بازی کنید، یه نیمه ترکیبتون رو عوض کنید یه جوری بازی کنید و حریف گیج میشه. و این مربی خاصیه توی این زمینه و با هم دیگه میبینید که کریتیو پلی میکر گل پوچه یک لینک اپ فوق العاده برای کویک کانتره. این لینک اپ حالا برای اوت واید کمتر، چون که اوت واید شما باید با وینگرها بیشتر بازی کنید، ولی برای کویک کانتر یک لینک اپ فوق العاده است این مربی. من ژابی آلونسو رو خیلی اوکی بودم باهاش و نسبت به اون دوتا بودن دیگه، بله نسبت به اون دوتا فعلا بهترین ژابی آلونسو. مربی بعدی آقای یورگن کلوپ که واقعا اصلا مربی دوست داشتنیه تو دنیا واقعیت. حالا بریم با هم ببینیم که چه جوره. پوزیشن گیم یعنی شما میتونید باش مالکانه بازی کنید و کویک کانتر. حالا از این ور اسپیدش و اگریشنش بوستر میگیره و از اینجا شما میتونید با بیلداپتون به پلیفی وینگرتون. ببینید این لینک اپش اونقدر لینک اپ مالی نیست، اونقدر لینک اپ خفنی نیست، مگه اینکه شما یک بیلداپ پاسور داشته باشین که پاسش بالای 90 باشه و اینجوریه که شما میتونید از این لینک اپ استفاده درست بکنید. ولی خب لینک اپش خوب نیست، ولی مربی دو خاصیت هستیه مثل ژابی آلونسو. ولی خب تا الان باز ژابی آلونسو نظرم خیلی خوب بود. بریم با هم دیگه آقای نیکو کوواچو ببینیم که این هم دو خاصیت هست، یعنی دو پلی استایل، تیم پلی استایل میتونه بازی کنه، اوت واید و لانگ بال کانته. منم این مربی خیلی دوستش دارم. حالا چرا؟ چون که آقا اورچستریتور و گل پوچره و لینک اپش به درد لانگ بال کانتر خیلی میخوره و از اون ور کیکینگ پاور اضافه میکنه و تایت پوزیشن. کلا این بین این مربی ها من مربی که به نظرم خیلی خوبه اول از همه آقای نیکو کوواچی. اگه خواستین بگیرین بریم تک دورتموند رو بگیرین. کلا برای مربی اگه خیلی خواستین هزینه کنید این کوواچ خوبه. اگه که 1500 سکه نخواستین هزینه کنید و مربی لازم بودین برین ژابی آلونسو رو بگیرین و بین این دوتا مربی انتخاب کنید تا میشه، مگه اینکه سبک بازیتون نوع خاصی باشه. خب این بود از بحث مربی‌ها. حالا با هم میریم سراغ بحث VPN. اول VPN های مربوط به ای فوتبال ها میگم، بعد حالا VPN هایی که شما میتونید برای جای دیگه هم استفاده کنید رو بهتون میگم. خب ببینید VPN هایی که شما میتونید برای بخش ای فوتبال استفاده کنید برای ورود که خیلی از VPN ها شما میتونید استفاده کنید. هر VPN که شما بتونید باهاش به نت بین المللی وصل بشین احتمال زیاد شما بتونید باهاش
و اگه سرعتش خوب باشه شما بتونین باهاش به ای فوتبال هم وصل بشین. پس نگرانی در این بابت نداشته باشین که وارد ای فوتبال بشین. میمونه بخشی که شما بخواین بازی آنلاین انجام بدین که تو این بخش گزینه‌های شما خیلی محدوده و به انگشتان دست میرسه. واقعا من خیلی امتحان کردم، شاید براتون میگم 50-60 تا VPN من ریختم، امتحان کردم کانفیگ های مختلف از جاهای مختلف، چنل های تلگرام و سعی کردم تا جایی که میشه رایگان باشه، ولی خب پولیاش هم تست کردم. ببینید بهترین گزینه برای شما گزینه پولی 100%، یعنی شما اگه بخواید خرج کنید میتونید آنلاین بازی کنید فعلا تو این اوضاع کشور. و اگه بخواید رایگان یه VPN داشته باشین، حالا من بهتون گزینه‌هاتون رو میگم، ولی تا جایی که میتونید شما باید که مقداری خرج کنید دیگه کارش نمیشه کرد. حالا با هم میریم ببینید اولین VPNی که من به شما پیشنهاد کنم برای بخش رایگان که بتونید برای ای فوتبال اینه که شما برید VPN های بین ویز و ویوا VPN رو نصبش کنید. اینا VPN هایی هستند که شما شاید بتونید به ای فوتبال وصل آنلاین بازی کنید و خیلی سخته. حالا من با همراه اول تست کردم، خیلی سخته و مثلا من شده مثلا یا نیم ساعت سوایی سمت یه دونه حریف برام آورد و خیلی سخته ولی شدنیه. یعنی حالا مثلا شما بخواید سکه های ایونت ها رو جمع کنید، ایونت آنلاین ها رو و نیاز داشته باشین، میتونین حالا از این گزینه استفاده کنید، از این دوتا VPN. بعد از اون میرسیم به کانفیگ هایی که تو تلگرامه. ببینید بعضی جا هستن کانفیگ میدن برای اپ های مختلف مثل ویتورین، نپستر، اگه نمیدونم نپستر، اینجا از کانفیگ رایگان میدن، کانفیگ های گیمینگ بعضیشون رایگان میدن. ببینید از اینا میتونید استفاده کنید ولی کارتون اونقدر راه نمیندازه. میرسیم به بخش پولیاش. ببینید تا جایی که میشه شما باید پول بدین. حالا کجا ما بریم خرید بکنیم که هم منصف باشه، هم نمیدونم بحث این که معتبر باشه اینا. ببینید نه من میخوام کسی رو اینجا براتون تبلیغ بکنم، چون قبل من خیلی اومدن تبلیغشو کردن، یعنی تبلیغ نیست، کارش درسته. من اینجا میگم یه سایتیه، سایت لگ اسلگر، اگه شنیده باشین الان بازم احتمالاً به گوشتون خورد. ببینید لگ اسلگر کلا یک VPN که نمیدونم VPN دیگه ایشونو که برای بخش گیمینگه، یعنی حالا کسی مثلا پابجی، کال آف اینا هم بازی میکنن میتونن از این استفاده کنن و کارتون رو تو بخش گیمینگ خیلی راه میندازه. حالا من دارم با همراه اول تست میکنم، حالا نمیدونم روی اینترنت های دیگه چطوریه ولی میدونم که روی ایرانسل هم خوبه. یعنی حالا من قبلا ایرانسلشو کار کردم، الان که نت ملی من استفاده نمیکنم، ایرانسل بیشتر همراه اول استفاده میکنم، ولی میدونم که ایرانسلش هم خوبه. ولی موقعی که نت ملی میشه این مقداری رو مخه، ولی حالا که نت مقدار ضعیفه و قطع وصلی داره الان کار میده لگ اسلگر و میتونید تستش کنید. حالا بستگی به سرعت اینترنت خودتون هم داره. حالا با هم دیگه میریم میبینیم که چجور کار میکنه نسبت بقیه جاها. حالا خریدایی که من کردم هم انصافشون خوبه، یعنی حدود 100 تومن میشه خرید اشتراک پرایمش و شما باید حتما پرایمش رو دانلود کنید. دقت کنید که رایگان لگ اسلگر من فکر نکنم رو اینترنت رو کار بده، ولی خب تستش ضرر نداره. حالا تستش بکنید، شاید لگ اسلگر روی گوشی شما روی اینترنت شما کار داد. حالا با هم یه بریم یه چکی بکنیم ببینیم که آقا اصلا محیط کاربریش چجوریه و اینا. خب همونجوری که میبینین من الان به لگ اسلگر وصلم و با هم دیگه میبینیم دیگه اینجا لیست بازی های منم میاره و از اون من مثلا ای فوتبال کلیک میکنم. به صورت دو قابل داریم میبینید اینجا، میبینید که یه 3 تا گزینه برای من اون بالای صفحه اومده: پلاس، بولد، اسپید فلو و کویک برست. ببینید شما تا جایی که میشه سعی کنید که اون 100,000 تومنش رو خریداری کنید، ولی یه دونه دیگه هم هست که حالا فعلا که من دارم این ویدیو رو میگیرم 60,000 تومن اگه اشتباه نکنم، اونم
نسخه خوبیه. حالا اون رو پروشه، این یکی پرایمش. من پرایمش خریداری کردم. حالا با هم میبینید که این سرورهای پلاس بولتشه. شما وقتی که هیچ سروری خریداری نکرده باشین، فقط تا سرور اولش یعنی میدل ایست بی، یوروپ بی و ترکیه برای شما واضحه و شما با اینا فکر کنم که بتونید تو به ای فوتبال وارد بشین، ولی فکر نکنم بتونید آنلاین بازی کنید. اسپید فلو خوبه، یعنی سرور خوبیه، ولی خب چیزی که برای شما استفاده کنید بیشتر از همه کویک برسته که خیلی سرور خوبیه و با هم میبینید که ترکیه، اروپای 2، میدلیست 2 و میدلیست تستش که برای ایرانسل. ببینید کسایی که همراه اول دارن این آخری رو نمیتونن استفاده کنن، ولی کسایی که ایرانسل دارن و توی اون منطقهشون ایرانسل خوب خط میده، من بهشون پیشنهاد میکنم که از این میدلیست تست استفاده کنن، چون من قبلا استفاده میکردم خیلی سرعتش خوب بود و برای من همش 4-5 آنتنه میورد. حالا الان که نت ضعیفه 100% اختلال داره، ولی بهتر از هیچ. و همونطور که گفتم اینا بهترین VPN هایی هستن که شما میتونید ازش استفاده کنید. حالا برای این استا و یوتیوب و این گزینه ها شما دیگه نمیتونید لگ اسلایر استفاده کنید، بعد چیزای دیگه استفاده کنید که حالا من بهتون میگم. اول از همه شما میتونید از همون بین ویز و ویوا VPN استفاده کنید که خیلی به دردتون میخوره 100%. اگه اینا کار نداد، چون اینا سروراش اینجوری که بعد یه مدت قطع وصل میشه و یعنی بعد یه مدت که نه، هر مثلا یه ساعت یه بار قطع میشه، دوباره وصل میشه، دوباره قطع میشه و شما مشکل پیدا میکنید و نوسان دارن، هم ویوا VPN هم بین ویز. شما بعد این دوتا میتونید به این سراغ اینترا که برای بعضی از بچه ها کار میده، برای بعضی ها کار نمیده، برای خود من کار نمیده، حالا نمیدونم برای شما کار بده. VPN بعدی که شما میتونید برین توش VPN GoFly هست که VPN خوبیه و میتونید ازش استفاده کنید. کلا این VPN بعدی نیست. بعد از اون شما VPN دارید که براتون بگم، شما میتونید از VPN سایفون استفاده کنید که یه دم دستی ترینه. ببینید اگه همه این وصل نشد و شما نیاز داشتین یه کانفینگ بگیرین، نمیدونم برین کانفینگ رو رایگانا تست کنین، بلکه وصل شین، سایفون رو بزنید برین تو تلگرام که ایشالا دیگه کار بده دیگه که وصل شین به نت ملی. من خودم این استراتژیمه کلا دیگه، یعنی بین ویز ویوا VPN اول میزنم، بعد اگه اون نشد گوفلای، اگه اون نشد اینترا رو تست میکنم که اینترا هیچ وقت برای من تست نکرده، یعنی جواب نده. بعد از اون میرم سایفون رو میزنم و میرم توی تلگرام کانفینگی چیزی اگه رایگان بذارن به درد بخوره منم استفاده میکنم دیگه. اینم حالا استراتژی میتونه برای شما باشه، استراتژی خوبیه و من ازش جواب گرفتم. همه VPN ها رو اسمشون رو توی کپشن مینویسم، حالا تو کپشن یا تو کپشن مینویسم، تو توضیحات ویدیو مینویسم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. واقعا یک 25 دقیقه حدودا، یک 25 دقیقه مفید رو کنار هم دیگه گذروندیم. اگه که من ویدیو خواستم بذارم، احتمال خیلی زیاد ویدیو بعدیمون ادامه پلیلیست پلینگ استاتس باشه و بعد از اون ایشالا ویدیوهای دیگه رو میذاریم که این دوتا ویدیو بعدیمون که قراره بیاد ویدیوهای از قبل منه، یعنی مال 2-3 ماه پیشم از ضبط کردم و منتظر بودم که بذارم که اتفاقاتی که افتاد میدونین که دیگه نشد دیگه ما بذاریم. و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگه دوست داشتین و بهتون کمکی شد حتما لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اگه VPN دیگه ای داشتین یا مشکلی داشتین حتما تو کامنت به من بگین تا مشکلتون رو ببینم میتونم حل کنم نمیتونم حل کنم. و امیدوارم که کلی انرژی تو این چند مدت ازمون گرفته انرژی ها برگرده و اوضاع خوب شه. حالا من یه نمیدونم هر اتفاقی قرار بیفته اوضاع ایران و ایرانی خوب شه دیگه. قربون شما، خداحافظ.